من آریانا نوری طاهری دانش آموز پایه 5 مدرسه خواهران بابایی هستم. به مناسبت فرارسیدن هفته سلامت داستانی رو برای شما عزیزان تدارک دیدم که میخوام تقدیم حضورتون بکنم. لطفاً با من همراه باشید. به نام خدا، خدایی که شما گلگلیا رو آفرید. سلام به روی ماهتون. امیدوارم که حال دل یکایی که شما عزیزان عالی باشه. راستی بچه‌ها، شما وقتی چیزی رو میخورید آشغالش رو کجا می‌ریزید؟ توی سطل آشغال؟ باریکلا، هزاران آفرین به شما. اما ببینیم توی داستان ما کیا هستن که آشغالشون رو کجاها که میریزن؟ وای وای وای، چی بگم؟ پس بهتره که با هم دیگه قصه رو بشنویم. اسم قصه ما هست سد زباله موچه جان. موچه جان و فیلجان با هم دیگه همسایه بود. فیلجان طبقه بالا و موچه جانم طبقه پایین. خونه اونا یه حوض قشنگ با کاشی های آبی رنگ. گوشه حیاط 2 باغچه کوچولو بود که موچه جان هر روز بهش رسیدگی میکرد، حیاط آبو جارو میزد و بعد به فیلجان تلفن میزد که بیاد توی حیاط. بعد با هم دیگه گل میگفتن و گل میشنیدن. خلاصه با هم دیگه خیلی خوش بودن تا اینکه یه روز فیلجان از دست موچه جان دلخور شد. موچه جان هر چقدر به فیلجان میگفت فیلجان دوست عزیز من، ما با هم دیگه دوستیم، همسایه‌ایم، چرا باید با هم دیگه قهر باشیم؟ اما فیلجان گوش نداد و رفت به خونه‌اش. از فردا صبح فیلجان توی خونش مینشست و چی بگم، چند تا هندوونه، 3-4 تا خربزه، 3-4 کیلو سیب تون میخورد و پوست آشغالاشو میریخت توی حیاط، توی حوض و توی باغچه. بعد موچه جان سرش رو بالا میگرفت و میگفت فیلجان مگه حیاط سطل زباله است؟ مگه سطل آشغاله؟ فیلجان گوش نمیداد و رفت به خونه. یه روز فیلجان که از صبح تا شب میوه خورد و پوست آشغالاشو توی حیاطی خسته شده بود و خواست که بخوابه. هنوز خوابش نبرده بود که دید دارن در میزن. یه دفعه در اتاقو باز کرد. وای، تمام پوست میوه و پوست شکلات ها و کاغذ بیسکویت هایی که این چند روز خورده بود یه دفعه پخش